حریف آورد برامون 2087. خب ما سفیدم افتادیم دوباره. یه برو دونه حالا کاتالان دیگه بزنیم اگه شد. برو شما دوست داری برو حتما. خب من اینجا 34 رو میرم همیشه، حالا اصلا احتمال داره این فیله رو که میخواد در بیاره من اتومات اسب F3 رو میذارم دیگه، چون بدم میاد از این آچمزی، کلن خیلی رو مخمه، از لاینای نیمزایندی خیلی خوشم نمیاد. اگه کیش بده چی؟ کیش بده حالا فیل دیدو. فیلتو میاره. خب خوب. آره آره جیس فیل جدو که خوبه. جیس فیل جدو به صورت حالا من مثلا با دی4 مثلا بازی خیلی کم دارم، چون آها خیلی نکته های بسیار ریز زیاده توش بله. که اگه آدم ندونه، مثلا من چون کامل نمیدونم بازی نمیکنم. دوباره همون لاین داره اتفاق میفته، فکر کنم آره فیل B7 میخواد بیاد، C4 رو میخواد بزنه فیلش رو باز بکنه. من حالا یه فعلا چیزی خودم یاد فیل گرفتم جدوی دیگه که وزیر C2 مثلا زود هنگامش اشتباه، من فیل J2 رو میرم، درسته؟ برو. آره فیل جدو توی حرکت هست و اگه حالا قلعت هم برو که اون قلعه هم اوکیه. اینجا دیگه اسب C3 میکنم اگه اتفاقی نیفته. فیل دی6 بازی قبلی کرده بود این بازیکن، شاید فیل ای7 کنه مثلا. اصلا فیل D6 استاد اسب C3 با طرح رفتن به B5 هم داریم فکر کنم. این خودش 3-5 کرد. این دیگه اومده بازی رو باز کنه قشنگ. خب شما اسبتو بیار بیرون فعلا، اونی که اسبت هم بیار بیرون فعلا، بذار اگه درگیری میخواد ایجاد کنه، چون قلعه رفتی این برتری رو به نظرم بهت میده که فعلا بیا گسترش تو بیا. حالا اینجا دیگه حتی حرکات اسب ای5 رو به جلو و این گزینه ها رو هم میتونه در اختیارت بذاره. بله حالا من فکر میکنم اگه اتفاق تو بازی نیفته که نیفتاد، خب طرحش فکر حالا میکنم اینه که اولین E5 هم سوال اینه میخواد که بیاد. دی5 رو بزنی چی میشه؟ اولین سوال اینه. D5 رو آره با اسب میزنه. با اسب میزنه. نمیخوام وارد تعویض‌های زود هنگام بشم، ولی D5 رو بزنیم احتمالاً فیلش هم خوب شه بعدش. البته میتونه اگر خودش از بزنه. خودش که احتمالاً الان دیگه میتونه بزنه، بله چون اگه بتونی یه پیاده ایزوله اگه جور کنی آها. به نفته، یعنی چیزی نیستش که به ضررت تموم بشه. خب یا ایزوله میتونی جور مثلا میشه. با پیاده بزنی د5 رو. ببین اگه با اسب بزنه یه نکته ایه که این 2 بار داره با اسبش بازی میکنه، اون وقت وزیر آ4 با تمپ یعنی وزیر آ4 باحال میاد تو بازی. من زدنش رو دوست دارم، چون اگه با پیاده بزنه پیادهش ایزوله میشه اگه نه نمیشه. اول از همه با وزیر زد. حالا وزیر آ4 رو بیا، حالا خالی کردی داستان رو برای رخ D1. از این برم از E5 هم داره میاد. آره از E5 هم خوب میشه، ولی تعویض میشه فکر کنم فیلا بعد از اسب E5. چی کار کنه اگه 3 رو بزنه؟ 3 رو بزنه بشینه مثلا بخواد. بزنه مهم نیست. الان مهم اینه که شما توی کلیت بازی تمپ جلوی. الان به صورت کلی من احساس میکنم که سفید تمپ جلوه. این تمپه یه جا باید دستشو بگیره، حالا کجا میخواد بگیره اصلا مهم نیست. شاید شما مثلا 20 حرکت دیگه هم بری قیافش تعادل باشه، بله مساوی نه، ولی تمپ با شما باشه.
اون کل داستان و تمپه مشخص میکنه. خب اینم اومد، فیل D6. ولی B8 هم خالیه. حالا اسب E4 میتونه یه پیاده 3-5 تک براش مثلا درست کنه. اسب E4 کنی بعد 3-5 رو بزنی، اسب یا دو فیل آها این یکی E4. اسب E4. آره این یکی اسب رو بیای حالا میخوای 3-5 رو بزنی. آها اسب E4 اینجا جالبه واقعا. از B5 هم خیلی بهتره نه؟ آره چون پیاده 3-5 هم یه جورایی سوژه هست دیگه. اول از همه دو فیلش رو نشون میگیری. حالا فیل اصلا برگرده E7 هم، حالا فکر کنم از E5 هم جالبه. احسن، الان دیگه اون تعویضا هم صورت نمیگیره. به به، دم شما گرم، به خدا دارم کلی یاد میگیرم. هرچی ما به تمپ بهای بیشتری بدیم، حرکتامون نقش قشنگتری به خودش میگیره. بله. اون وزیر 3-2-3-5، اون 3-5 داره میگه تمپ تو داری مفت میسوزونی، مثلا از اون تمپی بیشتر استفاده کن. آره یکی دو اغلب تا تمپ میدیم پیشنهاد دیگه من، اونجا. ولی من بازم مشکلی نداشتم، یعنی چون حرکت میگم و حرکت رو دل آدم نمونه که اون بدتره. آدم اون طرحی که در نظر داره رو بازی کن. اینو که اصلا میریم داخل دیگه. خب اول نمیتونی 3-5 رو بزنی که اون پیادش رو براش درست کنی، اول 3-5 رو بزن بعد بیا تو E5. زعفر رو ایجاد کنیم بعد بیایم. احسن. مگه اینکه خونه B6 رو براش خالی کرده باشی که چیزی میشه یا نه. یک لحظه صبر اله. اگه B6. آره چون اسب E5 کنی این یکی اسب رو بیاره تو B6 به وزیرت میشینه و اون نظرتون داستان. راجع به حرکت رخ D1 چیه استاد؟ حرکت رخ D1 خوبه. بازم از فیل B6 خطرناکه دیگه. J5 رو میخواد بره قلعه، حیف. وگرنه اسب D6 کیش قشنگی. البته نمیدونم فیل J5 قلعه بره بازم از D6 به نظرم موجوده. قلعه فیل نره J5 به چی؟ نظرم حرکت خوبیه. اگه F6 کنه چطور؟ F6 کنه که اون وقت اون وقت یه ضعف دیگه داده. اون وقت اصلا شما فیلتو بیار D2 مهم نیست، اصلا یه ضعفی داده که میارزه. خب از B6 بد نداره؟ اینا هیچ کدوم هیچی نمیشه چون شما جای مهرهات کامل درسته و همه وزیر تمپا برمیگرده رو 3-2 نه؟ وزیر و اون پیاده E6 واسش داستان میشه. پس بریم فیل J5 هم طرح خیلی جالبیه. فیل J5 قلعه بره اسب D6. همین الان که تهدیدت اسب در 3-5، یعنی اگه مثلا H6 کنه اسب در 3-5 داری. آره اصلا اوه اومد حالا اینم. اسب D6 هم به نظرم شدنیه. اسب D6 با طرح گرفتن این فیلش خوبه دیگه. فیلش خیلی خوبه آره. از اون ور پیاده 3-5 هم ببین یه نقطه ضعفیه که پابرجاه. بله. نقطه ضعفی نیستش که به راحتی بشه نادیدش گرفت. یه سوژه‌ایه که خیلی جاها ما میتونیم بریم سراغش. حالا احتمالا رخ B8 بهترین حرکتش باشه که اونم رخ B8 رو وزیر در A7 میتونیم پیادهش رو بگیریم. آره. یعنی در عملا همون لحظه نداره. یه لحظه فکر کنم یه ذره کار سخت شد برای سیاه، چون این فیل کاتالان خیلی فیل مهمیه دیگه. اگه همتای خودش از دست بره فکر میکنم برتری خیلی خوب سفید باشه.
و به همین. خاطر اسب در د5ش بود، فکر میکنم با اسب که د5 رو زد یه تمپ اساسی به ما داد. حالا دوستان نوشتن، ای4. یکی از دوستان نوشتن نگاه هم داره عوض میشه نسبت به شطرنج. خب اصلش هم همینه دیگه، ما هرچی نگاهمون عوض بشه به حرکاتمون هم عوض میشه، وگرنه همش طرز فکره. کل بیشتر قصه شطرنج قصه طرز فکر و همون نوع نگاه به بازیه. کارسن هم یه آدم، ما هم یه آدمیم. حالا این همه بازیکنهای مختلف همشون به خاطر اینه که نگاه‌های متفاوتی دارن. بله همون نگاه متفاوته دست آدم رو یه جا میگیره دیگه. دقیقا همینطوره. استاد فکر کنم اینجا فیل ما رو باید فورس بزنه. فورس که انتخاب های جذابی نداره آخه. آره انتخاباش خیلی جالب نیستن. انتخابای فیل در ج5، آخه فیل در ج5 بزنه ما اون وقت اسب در ب7 میزنیم جدا، اون اسب د7 خودش هم لگ داره، اونم جداست. خب مثلا کجا، مثلا وزیر رو بخواد اینجا بذاره اسب داره میده، نمیدونم بخواد وزیر اینا که نمیتونه من بیاد. اینجا فکر کنم حرکت اکتیو رخ به 8 رو انتخاب میکنم، یعنی اگه به علم به پیاده هم باشه ترجیح میدم پیاده رو بدم، پیاده رو به بدیم جاش نه. آره اکتیو بازی کنیم. مثلا بزنیم مثلا رخ به 8 وزیر در آ7 وزیر c7 مثلا، اسب در ب7 با رخ بزنه به 7 و این هم حرکت بدی نیست. همچنان به نظرم میتونیم فیل رو بزنیم آره اینه بشینیم. که آره دیگه اومدیم که بزنیم، اینو میزنیم قطعا. چون الان با وزیرم میتونه اینو بزنه. فکر کنم حریف آره رفت اینو انجین باز کرد اومد استاد. اسب بر ب7 که قطعیه. خب اسب خودش در د8 هم قطعیه با تمپ. حالا فیل در د8 اونم یه جورایی قطعیه. قطعی نیست، با رخ زد. اینجا میتونیم با بیسه ادامه بدیم. با ب3 به احتمال زیاد آره. آیا یا ولی دو فیل رو نگه حرکت داریم. فیل c1 تنها حرکتی میتونه باشه که دو فیل رو نگه داره، ولی خب از اون ور فیل f6 میکنه، رخ b1 c4. کنم تو درد سر میندازیم خودمونو. ما احتمالاً بتونیم یه حرکتی اینجا تمپ ساز چیه. e4 چطوره؟ e4 فیل در j5 میزنه، ما چیکار کنیم اون لحظه؟ ای چهار هم به نظر ایده جالبی پشتش میاد. یه چیز دیگه هم که حالا من شاید خودم انتخاب بکنم همیشه اینه که بازی رو ساده کنم، اینو آره بزنم بزن، به نظر من هم بیسه میتونی کنم. بزنی. آره به اسب سطر رو هم. اومد، حالا این رخه نه، این رخه میاد او اینو میزنه. یا میتونی ستون رو بهش ندی، ما میتونیم از این برم یه حرکتی کنیم ستون رو بهش ندی، مثلا بیسه رو بکنی، وقتی اسب سه اومد میخواستم بگم ایسه کنی ولی ایسه مشکل داره، F6 میکنه، داستانت از دست میره.
رخ B1 ساده چی؟ رخ AB1. رخ آب به یک. اسب نمیپره بعد اینور بعد از اینکه فیله رو زد؟ اسب اینجا. پس اول فیله رو بزنی، فیل در E7، اسب در E7. حالا حالا رخ رخ به B1. یک نه. رخ B1 حالا میخوای B3 کنی، اسب رو بیاره C3، رخ B2 میکنی، اون یکی رخه رو میذاری C1، این یکی رخه رو میذاری C2. یه همچین فرمی. همه چی هم دفاع میشه به نظر. همه چی هم دفاع میشه. اون هم فرصت نکرده که از ستون بهره برداری خاصی کنه. پس فیلو پس فکر کنم بزنیم. آره، حرکات خوب اغلب حرکات اجباری هن، حرکاتی هن که حالت اجباری دارن. استاد رخ حالا سه این یک چطوره اینجا؟ خوبه ولی پیاده سالم داریم میدیم بهش دیگه، ولی اونم 3-5 رو میگیره. بعدش مثلا حرکات تمپ با همون نیست، رخ به تمپ یک. از دست میره. اینجا B3 رخ B2 عالیه. به سه رخ به دو. هدفمون هم همچین طرحیه دیگه، فشار روی. همون پیاده 3-5 که اونجا زدیم همون شده سوژه. آره. اسپرم کم کم باید یه حرفشو بشنویم. قطعا. من آقا دارم راه میفتم. استاد آها میخواد 3-4 کنه و نمیتونه نه سه یا چهار میتونه. نداره الان. الان نه، اسب 3-3 کنه، ما رخ آوردیم B2 3-4 کنه. اول یه رخ 3-2 میکنیم. سه چهار کنه استاد. رخ اینجا نداریم رخ سه یک. اونجا فکر میکنم که اون یکی اسبشو میاره D5، ولی این یکی رخ تو ببری 3-2. خب آره همینو ببری دیگه، اسب D5 هم نداره چرا نداره اسب ده پنج؟ دیگه. 3-4 رو میزنیم. آره اینجا خودمون گیریم الان. آره. آره اون رخه هنوز مونده که نوبتشه. بله. ما الان مثلا یه چنگال اینجا داره چشمک میزنه، ولی خب یه فیلم چند آزادشه خیلی خوبه. فیله هم آزاد شه که دیگه خیلی خوب میشه. فعلا پیاده 3-5 سوژه اصل بازیه. من حالا یه ایده سوژه هم رو اینجا از دست خودم ندید. دارم بهتون بگم. قطعا این چنگالی که خیلی بچگان است اگه بخوره، ولی اسب ای 5 طرح اسب سی 4 هم فکر کنم با خودش به همراه داره. بلاک کردن زد. هم 3-4 رو داره، هم اسب D3. بستگی به این داره که الان حرکت بعدی شما اسب د با 3. توجه به این نمودار احتمالاً رخ 3-1 یا رخ 3-2. یکی از این حرکاتیه که چون رخ B2 هم تک و تنها توی ارتش، چیزی تک و تنها نباید بمونه. چیزی تک و تنها بمونه یه بلایی میاد بله. اذیتش میکنه به اصطلاح. خب اومد. 3-4 رو کرد، رخ 3-2. حالا مهره تک و تنهای خودش. حالا دیگه اسب د 5 نداره چون پیاده رو میزنیم دیگه. اگه اینجا دیگه بزنه تو یه این پیاده چی؟ میزنیم. اسب رو میزنیم. B2 کنه، رخ B3 چیزی نمیشه به نظر. میزنیم. رخ 3-8 هم کنه، اسب D2، اسب B1 جمع میشه. اون موقع فیلت هم تازه میاد توی داستان. مثلا اسب D4 هم داری، اسب D4 رخ 3-1 فیل E4 اونم هست. مثلا اسب E5 داری، اسب E5 رخ 3-1 فیل E4، بعدش اسب بیاد تو 3-4 اونم هست. بله. نه به سر رو نداره بزنه. اسب رو احتمالا برگردونه، اما باید با رخ بزنیم قاعدتا دیگه، ساختار رو درست نگه داریم. حالا من اینجا یه سری ایده ها تو بازی های مختلفم دیدم، مطرحش میکنم استاد. فکر کنم اینجا جواب نده. مثلا با پیاده میزنه رونده رو میگیره میره. ما با سفید آره مثلا اسب رو فرض کنید برگردونه. خب این که
مشکل داره حرکتش فکر کنم اصلا. این کاملا مشکل داره. بعد خیلی جالبه شما زمانی که قواعد ساده بازی رو انجام میدی، حریف چند جا به سوال اساسی بیفته اشتباه خودش رو نشون میده. یعنی توی همون بازی قبلی هم ما اگه طرح اصل دو همون طرح ساده رو دنبال میکردیم، مطمئن باش چند حرکت بعد اشتباه حریف خودش رو نشون میداد. بله. آخه اون اسب سه دوه واقعا اونجا من مثلا بهش فکرم نه، نکته نمی‌کردم. برای یادگیری داره دیگه. ما دقیقاً آره. مثلا نکته اینه که بعد از باخت واقعا الان شما اون بازی، اون نکته میتونه نونشو بازیای بعدی بخوری، کلی بازی کنی و اون برات یه نمونه باشه که من اون پایگاهی که اگه درست شد اصلا ما تو ولش کن، فقط برو سراغ طرح اصلی و معمولی و نرمال بازی. من خیلی یاد گرفتم حقیقتا از اون بازی قبلی. واقعا همینه. یعنی آره. از شما آدم اگر سعی کنه از تک تک باختاش همین یه نکته کوچولو ولی کاربردی، و منم از اون باختم یاد گرفتم. پیاده هم دوبله شده بود، شارو کشید کنار، فیلو برد، فیلو کشید عقب، بعدم با طرح مثلا جهت واقعیت از تمام باخت ها میشه نکته برداری کرد. ولی خب آدمیزاد اغلب فراموشکار، یادش میره، مگه اینکه بله. هی اینا رو هی با خودش هی به تمرین کنه. ناخودآگاهش بقبولونه که با این بهترین حرکت یه جایی خوابیده. یه ریویو بزنیم این بازیو. آره حتما. آره. خب 95% استاد. انجین ما بودیم عالیه. مثل اینکه. گفتم از انجین رو روشن کنه بیاد. برام بنت نکنن. خب بازی رو ببینیم. در کاتالان اتفاق افتاد. 3-5ش یه ذره بی‌دقتی بود. مشکوکه. ده در 3-4 رو میگه. ده در 3-4 باز معقول تره. خب از 3-3 توی این لاین یه سی در دی رو میگه بزن دیگه. آخه اینجا اگه میتونه فکر کنم بزنه دی در سی و خودش مشکلی وزیر نخواهد داشت. آچار کیش میخوره دیگه، هر زمان بزنه آره وزیر دیگه. آچار کیش. ولی انگار مشکلی نداره با این قضیه کلا. اصلا میگه نه، اینو هم بده 3-5 ما برای اون یه فیله رو جورایی. گسترش بده ولش کن اصلا پیاده رو. اینو هم الان پیشنهاد میده. دچار رو بزنه احتمالاً اصلا میگه یهو با وزیر بزن. یا خدا نه میگه اینو بریم. اسب 5 اسب آره آره. نه اینو داره، کاتالان اینو هیچ وقت شما. لایناش تموم نمیشه اصلا. اینایی که امروز داریم میبینیم برای خودم هم جدیده ها. با اینکه خیلی وقت کاتالان دارم بازی چون آخه کاتالانای قبلی تو فکر میکنم 7 حرکت اولش خیلی سریع بوده، آره. یعنی سریع بازی میکردی. ولی بله. همین کاتالانو اگه با همین حوصله و صبر و دقت کنی به تمپای حریف، یهو میبینی عملا هر کدومش میتونه یه چیز بشه. بله. بله. خب اینو هم دوست نه همچنان دیدرسی دیگه پیشنهادشه دیگه. این فیله رو نجات بده میگه. آره خیلی سریع. دیگه ما زدیم دیگه خودمون. وزیر آ4 رو نپسندیده میگه دی بزن اسبو دیگه. دی5 رو میگه بزن. میگه اسبم بزن، بذار با فیل مثلا. بزنه آخه. آره بذار یه تمپ دیگه هم با فیل بده، اون وقت شاید اون مثلا موقع رخ رخ ای. ای1 آره با طرح ای4 مثلا. آره قصهش همش سر تمپه. بله. یه تمپ دیگه هم اینجا میخوره دوباره. ولی خب ما مثلا احتمالا وزیر آچار غلطش آشیشه، یعنی با آشیش باید گرفته شه. وزیر آ4 اسب در سی3 رو میگه میتونه بزنه. و حالا وزیر سی7 مشکلی سیاه به نظر نداره میگه. سفیدم خوبه، یعنی من خودم سفید رو دوست دارم عملا. حالا
آره خب آره سفیدم مشکلی قطعا F4. نداره ولی خب تعادل میزنه اینجا. من فیل آره F4 با تعادله. تمپ نمیاد. فیل D6 میکنه، از تعویض آه خوشحال میشه. آره، برای همین لاین تعویضی دو هم شاید هست همچنان رخ اینجا شاید E1. مثلا سفید فیل B2 مثلا، مثال دارم میگم، اگه بخواد نگه داره اون یکی رخشو بیاره، حالا D4 هم نگه داره، مثلا رخ E1 E4، رخ E1 E4 فیله رو کلا از B2 بیاره، با F4 و J5 کاری نداشته باشه. همین پشت فیل فیانکتو جفتشو درست کنه، فضای خوبی هم داره، بله. کاملا قابل بازیه. حالا چیزی که اتفاق افتاد این بود، همچنان از در D5 رو خیلی خوب میدونه، با همون طرح فکر میکنم. با همون طرح آره، چون همش از لحاظ اوه کامپیوتر اوه، تمام این حرکات ما دفاع شدنیه. اینجا میگه اگه بزنه با ای اگه پس بگیره، حالا ما فیل H3 هم داریم. آره فیل H3 که خیلی اذیت کننده است، خیلی اذیت کننده و رو مخه. فکر کنم از قلعه میفته شو، ولی میریم اند گیم دیگه. احتمالاً آشیش میکنه، آشیش به 5 کنه که فرصتش رو نداره فکر کنم. 3-5 رو میزنه. آره، آره 3-5 رو میزنه در اون سه وقت. پنجم از ای پنجم میاد دیگه، بازی تموم شد دیگه فکر کنم. نه اون اینا که نداره، با فیل نداره بزنه. اوه اصلا وزیرم میاد تو، خیلی عجیب غریب میشه بازیه. این شروع بازی کاتالان شما خیلی به تمپ وابسته است، یعنی بهترین حرکات ممکنه دقیقش بله، خیلی به تمپ وابسته خیلی است. یعنی سخته، کلا گشایش سختیه. مثلا گامبیت وزیر با وزیر. 4 مثلا حرکت تحریک کننده ایه، آدم دوست داره بیاد، یا چه میدونم اسب E5 اسب E4 حرکات اگریسیوی که ما انجام دادیم حالتهای فعالی داره، ولی توی بطن خود بازی کامپیوتر چون میتونه این تمپا رو اصلاح کنه، ترجیح میده که اینا رو بازی نکنه، کماکان خیلی ساده و روتین، بله، خیلی ساده. خیلی جایی مثلا هر شاخه‌ای که میریم داخلش خیلی جذابه به نظرم. آره این ده 5 رو شما میتونی لحاظ کنی که اگه یه زمانی اینجوری بازی کنن میتونی با خیال راحت بزنی و مثلا فکر نکنی به رو به مساوی داره میره یا چیزی داره میره، خب نه. اینجا اگه با فیل بزنه چی؟ با فیل اینم با بزنه تمپه. بازم احتمالا اول اینو بزنه، با فیل یا 3-5 رو پیاده هر بزنه. دو میتونه بزنه. حالا اگه بخواد با پیاده نزنه با فیل بزنه، اون وقت رخ D1 E4 رو، اون وقت دیگه E4 رو مستقیم هم میتونست بکنه. اصلا فیل در سه پنج رو همینجا میگه ای چهار. آره دیگه وزیر آچاره اینجا به دردش میخوره، حالا دیگه آره. رخ D1 و اصلا کی میخواد جلوشو بگیره. خیلی جالب بود. حالا از ای چهار رو فیل رو برگردون، این ضعفر رو ما ایجاد کردیم و این طرح فیل G5 خیلی جذاب بود. آره این فیل J5 یه جورایی همین حالت کلاسیک کامپیوتر رو داره که تو حرکت روتین رو انجام بده، حرکتی که احساس میکنی منطقیه و فضا و اینجور ارتباط دو رو خوب برقرار میکنه انجام بده، یه چیزی از توش در میاد. اینجا مشکل میخورد دیگه اگه میخواست بزنه اینو. من الان بر بچه ها مشکل نشون یکیش میدم. ببین اون F6 بود که شما میگفتی جالب بود، اگه F6 میکرد کجا؟ F6 اصلا فکر همینجور کنم اینجا لاین یکش بود. داره F6 حالا میگه فیلو برگرد مثلا D2. حالا حالا شما قلعه قلعه برو، حالا چی میگه رخ آسه مثلا، یک. آره رخا رو بیار یه جایی گیر میده به E6، یعنی فعلا مشکلی نداره، ولی فیل J5 رو اگه F6 نکنی عملا دوچار همین مثلا داستانی شد که ما هم واردش شدیم.
ولی F6 مشکل داره. ببین یه وقتایی احتمال داره کیان جان شما یه حرکتی رو نکنی به این علت که یه دفاعی رو میبینی از حریف و بیخیالش میشی، ولی خیلی وقتا احتمال داره اون حرکتی که از حریف میبینی یه ظرف مثلا یه ظرفی بده 7-8 حرکت دیگه خودشو نشون بده. چون مثلا من گفتم فیل J5 اولین چیزی که اومد تو ذهنت گفتی اگه فیل F6 کنه که هیچی نمیشه که. آره. یعنی خیلی وقتا برات پیش میاد که شما یه حرکت درستی میبینی بله. ولی انجامش نمیدی به خاطر اینکه فکر میکنی خب این حرکت منو که این حرکت میکنه دفاع میشه که هیچی نمیشه که. بله کاملا. حالا اگه F6 کنه اینجا بعد در آینده چی ضعف اینجا من بازم متوجه نشدم. همون معلوم نیست به 7-8 حرکت بعد برمیگرده که چون پیاده شما F6 کن پیاده E6 میشه سرنخ بازی، یعنی بویی که E5 کنه اون وقت یه نقطه ضعف دیگه، این قطره اون وقت یه داستان دیگه، یه همش یه چیز دیگه ای پیش میاد. مهم لحظه است. مهم من فیل J5 رو اگه کاندید دادم فقط به خاطر به لحظه بودنش بود. اینجا استاد حرکت از B6 هم من خیلی سخت بود برام. وزیر C2 باید میکردیم، البته فیل در E7 هم میگه وزیر C2 میبازه در لحظه. وزیر C2 فیل در E4 میزنه. آره سوار میدیم اینجا. وزیر نه از B6 مثلا جز بهترین حرکتشه، ولی دیگه بعد از رفتن فیل سیاه حریف پیاده C5 اعتماد به نفسش کم میشه. تمام اعتماد به نفس پیاده C5 به واسطه فیل E7. بله دیگه. حالا باز این وضعیت به نظرم سفید بازی راحت تری داره. حالا هر چقدر انجین بزنه اینو مساوی، نه قطعا این بازی خیلی نه مساوی که اصلا تا شاه و شاه، ولی خب ما ستونا رو میگیریم راحت، زعفرم ایجاد کردیم، ستونا رو میگیری خورد مهرهات رو بهتر میکنی، از فیلت کار میکشی. جلویم استاد فکر کنم این. آره قطعا. آره خب بریم جلوتر. قلعه رفت از D6 زده خوب، ولی خب رخ C1 اینا رو میپسنده دیگه، رخ A C1. آره این قطعا حرکت کامپیوتر حرکتیه که میگم کماکان به بهتر راحت میکنه. از D6 هیجانیه، حرکتیه که خیلی جذابه ولی اوکیه، هم قابل قبوله، شاید تاپ و بهترین نباشه ولی خب چون ما انسانیم و اشتباه میکنیم، منم خب از این خیلی استفاده میکنم که همیشه حرکت‌های چالش برانگیز رو به اشتباه انداز آدم انجام بده. یعنی بد نیست در حدی که قابل قبول باشه. کارو جمع کرد کنم از D6، مخصوصا اگر حریفتون حالا ضعیف‌تر باشه مثل من یا هم رده‌های من باشه، مثلا اینجا خیلی سخت میشه براش بازی، چون محاسبات میره بالاتر، بازی از حالت ساده یه ذره خارج میشه. قطعاً اعتماد به نفس حریف رو اذیت میکنه، اذیت از نظر روانی شاید، مخصوصا فیل B7. حالا شاید از نظر کامپیوتر مثلا فیلی باشه که فعلا به کار نمیاد، ولی ما چون همش تصورمون اینه که اون فیل J2 ما از اون فیل بهتر بشه یا هر چیزی، احساس میکنیم که اگه بریم سراغ اون احتمالاً طرح بهتر و درستری باشه. بله. ولی خب میشه گفت مثلا رخ C1 رخ D1. حالا از D6 هم چون ایده خوب، چون دلیل خوبی پشتشه، قصه میگم خیلی دلیله، چون ما دلیل خوبی براش آوردیم باعث مثلا اون پوزیشن آخر شد. بله ما هم رفتیم داخل و اونم خوب بازی کرده اینجاش رو. از B6 هم تنها حرکته. فیل زردره هفتمون هم بهترین حرکت بود. چون بهش رسیدیم، بالا پایین کردیم، سنجیدیم این ور اون ور، دیدیم خب از ستون دی فعلا کاری نمیکشه،
از اون ور اسبشو دور کردیم، اسبشو که میتونست بیاد توی B4. ما دقیقا لاین های 2 و 3 هم بررسی کردیم استاد، یعنی هم لاین 1 رو دیدیم، هم لاین 2 که میگه رخ B1، لاین 2 میگه رخ C1 و لاین 3 میگه رخ B1 که خیلی هم نزدیکن، اصلا اختلاف زیادی ندارن با. ولی فیل دری 7 بهترین شد. بهترین بود بله. حتی فیل D2 هم، فیل C1 هم اینجا نمیدونم چی میشه. فیل C1 3-1 رو من گفتم فیل F6 میکنه، بعد 3-4 میکنه. اون پیادهش دیگه اصلا کلا رخ 3-8 هم داره میگه، ولی خب ما اینم بررسی کردیم دیدیم دردسر میشه اصلا برای سفید. آره سیاه خیلی فعال میشه. نمیارزه، به تعصب دو فیلش آره نمیارزه. نمیارزی. زدن بهترین بود و اینجا هم طرحمون خیلی جالب شد. دیگه الان سیاه مشکل داره. دیگه عملا دیگه مشکلش الان به چشم الان میاد. دیگه به چشم میاد. حالا چی کار باید میکرد که مشکل دیده نشه؟ شاید احتمالا رخ B8 نباید بکنه. رخ B8ش تمپ اضافیه. رخ B8 آره. یه اسب B6 باید میکرده به جای اسب C3. شما رخ B8 رو یه لحظه برگردون. چشم. اینجا مثلا من فکر میکنم دوباره اسبشو بیاره توی جریان بازی، مثلا حرکت بهتری باشه. اینجوری نه؟ مثلا حتی اسب F5 رو هم پیشنهاد میده استاد اینجا. 3-4 که یه جورایی B3 رو هم خونسا بکنه در عمل، یا اسب 3-4 داشته باشه. اسب F5 مثلا من اسب F5 رو شاید بیشتر دوست داشته باشم. اسب F5 یا از اون یکی رخش کار بکشه، مثلا رخش رو بیاره D6، مثلا اون یکی رخش رو بیاره توی بازی، اون یکی رخش رو اصلا بیاره تو B8، یه کاری کنه بجز رخ B8. ولی خب نمیدونم، یعنی احتمالا فکر نمی‌کرد اینقدر سفید همه مهرهاش با هم دیگه کانکت بشه و همه همدیگه رو جمع کنن و احتمالا این آتش برای بردن این رخ B8 از اون حرکات احساسات نشد. آره اومده بود زود ببره، ولی اومد سریع فکر کنم چون اون پیاده تکه سریع برم اون پیاده رو بگیرم. آره ولی خب اینجا تموم شد دیگه. حالا میگه اسب B6 اگه می اومده باز شانسا زنده بوده، نمیدونم چجوری. ولی خب نه، مهم اینه که در لحظه بهترین حرکت اسب B6 نه اسب C3. مهم در لحظه است دیگه. بله اینجا که دیگه خیلی حرکت بد بود، فکر کنم بعد از خیر پیاده میگذشت دیگه. اون ریتم با هر شطرنج بازی که پشت میز میشینه اولش یه حوصله‌ای داره، یه به اصطلاح سعی صبری داره، ولی چند جا که آدم ازش سوال بکنه، از بازیکن سوال بپرسه، از حریفش سوال بپرسه، سعی کنه به اشتباه بندازتش، یهویی ارورای حریفا خودشون رو مشخص میکنن. بله بله خیلی جذاب بود این بازی، یعنی از نظر آموزشی خیلی نکته بازیه که حالا شاید من خیلی بازی من جذاب نباشه، ولی از نظر آموزشی خیلی جذاب بود. اون به خاطر سبک محتاط بودنته که اگه این سبک محتاط بودنتو بیاری توی همین الگوریتم یه خورده بیشتر باش بچرخی، نتیجه های خیلی قشنگتری میگیری، چون اون احساس محتاطیه رو خودت داری، یعنی یه کاشنی داری، یه هشداری داری. آره ولی هشدار زیادی هم اگه خیلی روشن بشه با ذات جنگ نمیخونه. بله چقدر قشنگ گفتید اینو. یه بازی کاملا جنگیه دیگه، شطرنج واقعا یه بازی سوپر یعنی کامل، یعنی یه اکشن تمام عیار. ولی چون توی قالب مهره هاست خیلی به چشم نمیاد.